افراد مشهوری که با اختلالات یادگیری دست به گریبان بودند. لوئیسا می آلکات. لوئیسا گرایش شدیدی به نظم و دقت داشت و به طرزی وسواس‌آمیز به جزئیات توجه می‌کرد. او انسانی به شدت عیب‌جو و خرده‌گیر بود. کمالگرایی افراطی وی به حدی بود که اگر احساس می‌کرد یک فرد دارد کاری را با شیوهی متفاوت از شیوه دلخواه او انجام می‌دهد، سعی می‌کرد طرف مورد اشاره را از انجام آن کار به طور کل منصرف کند. لوئیسا باید یاد می‌گرفت برای درک اهمیت یک موضوع همیشه نیاز نیست به صورت وسواس‌آمیز به دنبال منطق و نظم امور گشت. در ضمن او باید سعی می‌کرد ساده‌تر به زندگی نگاه کند و از استانداردهای سختگیرانه و غیر لازم خود دست بردارد. تام کروز. کروز یکی از سرشناس‌ترین بازیگران دنیاست. او از اختلال خوانش پریشی یعنی اختلال در توانایی خواندن رنج می‌برد و خود این موضوع را به صراحت اعلام کرده است. آلبرت انیشتین. در یک برهه زمانی والدین انیشتین تصور می‌کردند فرزندشان به خاطر برخورداری از عادات عجیب و مشکلات درسی در مدرسه کندذهن است. اگر انیشتین امروز متولد می‌شد، احتمالاً متخصصان مشکل او را سندروم آسپرگر که نوعی خفیف از اختلال در خودماندگی یا اوتیسم است تشخیص می‌دادند. انیشتین تا سن 4 سالگی حرف نمی‌زد و تا سن 7 سالگی توانایی خواندن نداشت. معلم انیشتین وی را اینگونه توصیف کرده بود: کندذهن، غیر اجتماعی و همیشه سرگردان در رویاهای احمقانه خود. در نهایت او از مدرسه اخراج شد و حتی در آزمون ورود به دانشگاه پلی‌تکنیک زوریخ نیز ناکام ماند. توماس ادیسون. طبق شواهد ادیسون از اختلال خوانش پریشی رنج می‌برده و احتمالاً دارای اختلال کم توجهی پیش‌فعالی یا ADHD نیز بوده است. در سن کودکی مادر ادیسون وی را از ادامه تحصیل در مدرسه باز داشت و بدین ترتیب توماس در خانه آموزش‌های مقدماتی را فرا گرفت. او میلی سیری‌ناپذیر به مطالعه داشت و کشف‌های علمی مشهور خود را نیز مدیون همین اشتیاق غیرعادی خود بود. جورج برنارد شاو یک نمایشنامه نویس ایرلندی بود که خلق شاهکارهای زیادی از جمله پیگمالیون را به نام خود ثبت کرده است. احتمال می رود که او دارای اختلال کم توجهی یا ADD بوده است. هانس کریستیان اندرسون. به خاطر وجود غلط‌های املایی آشکار که بسیاری از آنها در یادداشت‌های روزانه اندرسون و همچنین سالنامه وی ثبت شدند و همچنین به خاطر وجود برخی از اشتباهات نوشتاری در نسخه‌های دست‌نویس کتاب‌های او گفته می‌شود وی از اختلال خوانش پریشی رنج می‌برده است.